به نظر شما پدرها بیشتر چی میگن؟ چراغو خاموش کن. مگه من بانکم؟ زمان ما که اینطور نبود. اینجا هتل نیست. سلام دوستان، امروز اینجاییم ببینیم باباها واقعا چجورین. بریم سراغ مردم. چراغ خاموش کن. مگه من بانکم؟ اینجا هتل نیست. تو برای روز پدر چی خریدی؟ هیچی، خودش گفته پولشو بده. خودش من؟ بهترین هدیه‌ای که بابات گرفته چی بوده؟ میگه از اون روز به بعد آرامش ندارم. امروز روز پدره. دوست داری چی به پدرتون بگی؟ بگم که هنوز مرگ زندگی منیه، با اینکه رفیق همیشگی منه ولی همیشه احترامش سرجاشه. ولی شو مسافرت کوتاه. میدونم خسته است، فقط میخواد کنارمون باشه. اگر پدرت یک ابرقهرمان بود، قدرتش چی بود؟ خبیدن جلوی تلویزیون با چشمه بس. پیدا کردن هر چی. آیا پدر توبال گفته پول ندارم و بعد روز بعدش یک چیز جدید خریده؟ همیشه قانون طبیعته. باباها پول ندارن ولی سرمایه دارن. دوستت دارم بابا، حتی با قرضنایتم. ممنون که همیشه حمایتم میکنی. کنترل تلویزیون رو بده منم ببینم. اگه بخوای مادرتو توی یه جمله تعریف کنی چی میگی؟ میگم مادرم ملکه خونه است و همه چی دستشه. و متداول ترین جمله‌ای که ازش شنیدی چیه؟ نگفتم. آیا پدرها بیشتر سختگیر هستن یا مهربان؟ هر دو. جلوی بقیه سختگیر، وقتی تنها هستید مهربان. آیا او هرگز به شما گفته که پول نداره؟ همیشه. اما بعد خودش خرید میکنه. به عنوان یک پدر فکر می‌کنی بچه‌ها قدردان هستن؟ راستش نه، ولی خب بابا عادت داره نادیده گرفته بشه. بزرگترین فداکاری. خودمو فراموش کردم تا اونا راحت باشن. یه دونه شوخی با ما کنی. شوخی من بلد نیستم. یه دونه دارم ولی قول بدید نه. قول میدی؟ چرا چای ایرانی هیچ وقت دعوا نمیکنه؟ چرا؟ میشه با قند میاد. عجب، خانم رسمی ترین جوک دنیا. با این شوخی قند خونمونم بالا. داداش اگه جایی داری یه دیس بهش بده. دیس؟ اینو نگاه. شبیه وای فای ضعیف همیشه قطع و وصل میشه. آره توپ سنگین افتاد. حالا نوبت ضعیف که توی موات مثل سیگنال یه آنتن قدیمی نصفش تالا نصفش نداره. به وسط موی من حمله کرد. تازه شروعه. اشکال. پدرم همیشه به من احساس امنیت و حمایت میده. من بابامو خیلی دوست دارم چون همیشه به هم بستنی میده و هیچ وقت نمیگه نه. سخت‌ترین قسمت پدر بودن چیه؟ نگرانیاتو نشون ندی. همیشه باید قوی به نظر برسی. یه بچه این ویدیو رو ببینه بهش چی میگی؟ بهش میگم بابا همیشه پشتت، حتی اگه حرف نزنه. پدرت سختگیرتره یا مهربونتر؟ اون سختگیره. اما مهربونیشو هیچ کس جز من نمیبینه. پدرها وقتی قبض میاد یا کنترل رو برمی‌داری عصبانی میشن. اگه بابای من یه ابرقهرمان بود، قدرتش این بود که همه چی رو پیدا میکرد غیر از عینکش. معمولا چه جمله‌ای از پدرت میشنوی؟ مراقب خودت باش. او همیشه این رو میگوید. پدرم تکیهگاه اصلی زندگی من است. او همیشه حامی من بوده و من این رو مدیونش هستم. پدرت تا حالا جلوت گریه کرده؟ نه، اما من میفهمم کی ناراحته. پدرم تکیهگاه اصلی زندگی من است. او همیشه حامی من بوده و من این رو مدیونش هستم. راستش هر روز که بابا میرم یادم میفته چقدر پشت من بوده. روز پدر بهونست که بگم دوستش دارم. حالا براش کادو گرفت؟ بله، امسال براش یه قاب عکس گرفتم با عکسی که من خود رفتیم. یه جمله اگه بخوای بهش بگی. بابا جان چی به عشقت بگو؟ زیر سایه مردانگیت خوشبخت‌ترین زن جهانم. روزت مبارک یار همیشگیم. شوهرم گفتم یه جمله بگو، قلبم بلرزه. گفت بیا طلاهاتو بفروشیم ماشین بخریم. قلبم یه ساعته میلرزه. مرتیکه روانی. اوچولو چی شده؟ تحقیق کردم شاید نیمه گم شدیه. من پول من بی خود دارم تو آدما دنبالش میگردم. چی شده؟ آب زیاد بخورین چون گاهی زیاد میخورید میشوره میبره. چقدر خوبه که با تو آشنا شدم و 80 سال با هم زندگی کردیم. 80 سال مادر منو گاییدی. چی به شوهرت بگو؟ شوهر عزیزم قدرمو بدون. اگه من نباشم کی پولاتو خرج میکنه؟ کی سر به سرت میذاره؟ پیشاپیش روزت مبارک. میدونی چرا پرتغال نمیره مدرسه؟ چون میترسه پوستش کنده بشه. بابا رو دوست داری؟ معلومه. بابا قهرمان منه. همیشه پشتمه. همه چیز منه. واسه روز پدر چه هدیه‌ای میدی به بابات؟ کل روز محکم بغلش میکنم. بعدش با هم کل بیزی میکنیم. بابا جون راز سرپا بودنت کیه؟ پسرم من 2 زن داشتم، یکی غذا میداد اون یکی هم انرژی میداد. هر شب روز مردیه چی بگو؟ روز اونایی که اگه خونه باشن جنگ جهانی میشه. مبارک.